3 2 1 صدا میاد؟ تصویر هست؟ کسی اینجا مونده؟ همتون رفتین. سلام رفقا، چطورید؟ اگه دارین این ویدیو رو میبینین یعنی اینکه نه من مردم نه کانال بسته شده. آره میدونم حدود 6 ماهی میشه که هیچ فعالیتی نداشتم. فکر کنم تو این مدت هم ویندوز هم 10 بار آپدیت داد ولی من ویدیویی ندادم. راستش این مدت نیاز داشتم یکم فاصله بگیرم و استراحت کنم و فکر کنم که چه جور محتوایی بسازم که هم خودم حال کنم و هم شما بیشتر بخندید و سرگرم شید. و حالا با دست پر اومدم. توی این 6 ماه خیلی فکر کردم که مسیر کانال رو به کدوم سمت ببرم. فضای یوتیوب عوض شده و سلیقه شما مطمئنم تغییر پیدا کرده. من نمیخواستم برگردم که فقط یه ویدیو گذاشته باشم. میخواستم برگردم و براتون ویدیوهای بهتری بسازم. برای همین تصمیم گرفتم یه خونه تکونی اساسی توی کانالم بکنم و سبک فعالیتم رو مشخص کنم تا شما بدونید که قرار چه چیزی رو ببینید. خبر اول در مورد شورت ویدیومون هستش که قراره از این به بعد یک کلیپ ساده نباشه. تصمیم گرفتم ویدیوهای شورت رو ببرم سمت موضوعات داستانی و سرگرمی و فان. یعنی چی؟ از این به بعد توی شورت ویدیوها هم داستان بشنوید، هم بخندید و سرگرم شید و هم سورپرایز شید و موضوعاتی که مطمئنم خیلیاتون باهاش یه جورایی همزاد پنداری هم میکنید. پس اگه میخوای بیشتر همراهیمون کنی شورت ویدیوهای کانال رو از دست نده. و اما موضوع ویدیوهای لانگمون در مورد چیه؟ خیلیاتون توی اینستا و تیک تاک میگردین و ویدیوهای عجیب و سمی و خنده‌دار و حتی ترسناک هم پیدا میکنید و میبینید. تصمیم گرفتم ویدیوهای اصلی کانال رو اختصاص بدم به ریاکشن به ویدیوهای وایرال و ترند اینستا و تیک تاک. قراره با هم بشینیم و عجیب ترین و خنده‌دار ترین چیزایی که توی اینترنت پیدا میشه رو با هم ببینیم و در موردش صحبت کنیم. قول میدم که خیلی خوش بگذره و قراره چیزایی رو ببینیم که شاید خودتون بتونه جرئت نکنید ببینیدشون. و شما رفقای گلم اگه دوست دارین ویدیوهایی که براتون جالب هستن رو بهشون ریاکشن برم، میتونید برای پیجم توی اینستاگرام بفرستین که آدرسش این بالا هستش و توی ویدیوهای لانگ بهش ریاکشن برم. قراره این 2-3 ماهو تمرکزمو بذارم روی ویدیوهای شورت و بعد از اون شروع کنم کم کم ویدیوهای لانگ هم بذارم. پس خلاصه کنم ویدیوهای شورت تبدیل شد به سرگرمی و فان و داستان و ویدیوهای لانگ هم ریاکشن به اینستاگرام و تیک تاک. رفقا برای شروع پرقدرت نیاز به حمایت شما دارم. همین الان توی کامنت ها برام بنویسید که اولین ویدیو ریاکشن در مورد چه موضوعی باشه. اگر سابسکرایب نکردید الان بهترین وقتشه چون قراره از این بعد موتور کانال روشن بشه. این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو روی آل بذارید تا از ویدیوهای بعدی اطلاع داشته باشید. دمتون گرم که موندید و منتظر بودید. خیلی زود با اولین ویدیو جدیدم میبینمتون. فعلا